عشق دهاتی. بچه بچه غریبی چه فیروزی ما اومده چه اومده بچه غریبی چه بچه خسروی چه بچه غریبی چه جونی ما اومده سلاخا کس روز عرسی اومد یادم بیست بچم پای اندازم بیارو ماله بچم اوه چوجه فیل بیا کو بچم اومد بچم خیلی فیروز خیرت می اومده خیلی تون کردم خستیم اومدم باید جمعی قدر وقت یاد نکدی راستی گپ ما هم یادت کردیم او موریالا روی بیا خی چی فیروز؟ موریالا تسازی بچم ما انداز یوره انداز بچه غریبی چه بچه خسروی چه بچم اومد بیا بچم بیا بودرو ما حوزی شوده خونه توی می اندازم توی من اومده استم چوجه فیل گوش نگو جگر خیلی تو برای ما هم چوجه فیلی صد خرابم شده باشی نه بچه برای افتی اومدن تا و سر تا می رفتیم قطعی تا هم ایرپورت آمدانم یک کشی در خونه شتگی بودم سایت یک سلس دیجی در آمدم شرمت و دوشنبه را انتخاب کردم که بلیت ارزان یافتم 5 سکونده بلیت خریدم پریدم آمدم شما غمم ندادم گفتن زن میگیری که ایرسی اومده راسته؟ دم 5 سال پولی قلنگ جمع کردم قلنگ شما هم روز تو روز زیاد شده زندگی اخوای دخترای قشلوق پنجشون هنره و قلنگشون زیاد نشود لکه تزیق نشه ما برای ترزان میکنیم قلنگه نمیبری گوده او با تشنگی در نمران چوجه فیل اخوای تو پیش را ما گرفته نمونده اشتای من برم باید دیگه چوجای فیلم نگو حالا بین رنگ ایشوری رنج تگیم مرحمت خیلی فیروز خیلی شکره چی بود رو پادروشکا داره؟ آدم گیز میخندی میفورت ها؟ دیونه جا بیاد خود استرار اشکی همه کو بیوتی ببینی کمک بخشته بودی ای با ماما گفتی که من اومدم نه نمیان تا حجره گب نمیزنه قطعی نگری صحبت سریع تمام خوب بودم نه چقدر کال کده؟ روزاکوی روز من خوب بود مزه بیده ما نه خونه کشیده بیامشک سالو چطوره که خانمون باب؟ قرین درزم نکنی نه با چه جان نمون خونه رو کریمون کنیم در قفای تویش پنگه خونه خولت خوزگاری میرم خونه خدا آخه ای خولت ستاره را کلین میکنم حولیت توی کنم که دهنی یه بربر بکنم ای امت یکم درجه عشق دهاتی. ای ماتر یکا پا گفتم ها؟ پنجی؟ بکنه عروس میشه به نزدیکیه نه مورد با مگو شکر دستم ای هو باش نمیکنم کی بوده یه سرسخت را میگیفته؟ فیروز بچه خوب ای بگه خوزگاری میایم باره همون خمک شکر دستم اون اگه نگفتی بیو بگه خونه نزل خودم رستوره اختا بگی مزده خورم میگیرم گیرش کمی که دبرجه اکای فیروز بیا بریم تا بلیت بگیریم ما راسته راه کنم راسته؟ ما سایت RSLs دیجی میدرویم زیاده 728 کمپانی را بلیتوشا دوران اینجا رفتن در کن نیست نیو کرد میدرویم ایرپورتی در کوری را انتخاب میکنیم و خوبیش بود او که میتونید اینجا بلیت ارزان یابی بعد بالاش پول نمیمونن نه عموما فایز نمیمونن RSLs دیجی نرخی بلیتو همون نرخی авиакомпания ها پولش چی؟ پولش هم میتونید با حضور با کارت ملی ویزا یا که ماسترکارد خودی خطا هم نتی آنلاین заказ کردنی رکلامای ارزانی چیپته‌های ارزانی هواپیمایی خط روی که خونه نامدی من چی بگم خونتون؟ با چه تا دیگر انتخاب کده که گپ دفترم رسیدم یاد داری که 5 سال پیش نمیجا چی گفته بودی؟ گفته میرم کار میکنیم توی میکنیم و 5 سال طاقت کردم خواستگارا را گرداندم و چون قطعی هر روز گرم که چی بلا داری شنا بکنی زلیخا بعد 5 سال میایی 2 روز بعدش میفهمم که او چه دختر خالت خواستگاری رفته است من قطعی چم گپ میزنم نمیتونی بگه پیاچت نکنی و بیکلم
چقدر وقت را انتظار شدم. مادر تو در کاری دیگه هیچکی در کار نیست. تیا وعده خلافه. اوچام راست میگو. من گپی اوچام گوش نکردم. ای سون. اچھا ما ستاره رو نمیگیرم. کی را میگیری؟ ما زلیخا را دوست میدارم اچھا. چی؟ ما ایو اولاد ای خانه عروس نمیارم. برای چی؟ امد خیلی مرا غم دادگی. ای همو وغ جغ اینمی امد اوتت مرد رفت با ما ای اولادی و یا عروس میکده؟ نه. چی گپی من گفتم کسی را من خوش کردم انمو آدم میگیری. اگر که نه تو بچه من نیستی. من گپ من گفتم. عشق دهاتی. تو گپ زنی؟ در فچه بگو ممی چی گپ داری دیگه؟ او تو نمیفهمی. چی هم میفهمم؟ مرا او چم مجبور کردیسته. وقتش نه فکر میکردی و مرا با امید نمیکردی. یک تموم. بیا تو زنی دیمم شو. چی؟ ما دقیقا بیناموسم. با گفتی تو ما دقیقه نماندم مرا زندگی میکنی. تلاز دادی؟ گفتی شونکه میام میگیرم تا. تلاز دیستادن تا چی گپ میزنی؟ مرا او چم مجبوری داده ستاره را. من میخوام قطعی تو باشم. مردت نستی تو وعده خلاف. دیگه پیشم نبرو. من میخوام افتخار ببینم. اپای توی دار بگیر کلی بسن که تمام عروسمو دخترجان کار خیر وقت نمیکشونم. بگو تقوی کامرون وکیل کردم تمام. نه خیلی نمیشه. حق مرتی نوال. الکترونی هم قبول میکنه؟ ای خوخی. ای جا میگن حق دیگونه عروس تینکو؟ حق دیگونه عروس ماه یاسال میری. اوی شما ماه یاسال میری کوی دخترا چی؟ در یاسال استیجه همه بلیطای ارزونه. باز یاسال استیجه میدرم به همه تون بلیط هندوستان میگیرم. باز همه تون در زکات میکنم. میشه شای اوینا شیخا؟ ارزونه. خدا جان بچه ما با جفت مناسبش قشه پیر کنه خونش آباد کنه و بخت سفیدش بچه الله اکبر زلیخا فیروز کجا رفتی؟ زلیخا برای چرا تو قمونده؟ ما در تو در کاری. بغیر تو ما در هیچ که در کار نیست. بدش. فیروز تو ما را شرمنده کردنی؟ فیروز تو برای چی خیلی کردی؟ اوچه ما رو با تمام وجدانم دوست میدارم. میخوام وقتی خدمت ترام ستاره نما ترانت مرا خوشبخت کردن نمیتونست. برای که من زلیخا من دیگه هیچ کس نمیخوام. مکس داره چی؟ ما در خوشبختی تو در کار بچم فرق نداره که را انتخاب میکنی. من نمیدونستم که شما هم دیگر تا دوست ندارن. اگر نه دبایتون نمیدونم آدم. فلش ها دزیدم. با نخواه خیشای خطون هم بدوزه.